سلام به همگی، من سامان نعمت اللهی ام و موضوع این پادکست در مورد ارائه من توی درس مدیریت رفتار سازمانیه. من کسایی تو این ویدیو جمع کردم که عموماً همسن خودمونن و توی مقطع کارشناسی هم تدریس میکنن و تجربه قابل قبول و خوب و ارزنده‌ای دارن توی همین حوزه مدیریت. هدف من از گرفتن این پادکست انتقال تجربه همسنای خودمونه توی حوزه مدیریت، چیزایی که خب شاید سخت توی کتاب خونده بشه و درک بشه، چیزایی که باید توی تجربه به دست بیاد و دوستم که اینا رو انتقال بدم. قبل از اینکه بریم برای شروع دوست دارم بگم که نه من نه دوستانم هیچ ادعای زیادی توی حوزه مدیریت نداریم و نه علامه دهیم نه همه چیز دان. صرفا اینا تجربه هایی که خودمون به دستش آوردیم و دوست داشتیم با شماها به اشتراکش بذاریم. خب تا به این سن که من رسیدم تجربه مدیریت دو تا تیمو دارم. تیم اول که فاوندرش هم خودم هستم، تیم ساتراس که حول محور برنامه‌نویسی، طراحی سایت، مارکتینگ و مدیا کلا میچرخه و توی این حوزه فعالیت میکنه. و البته که تیم دوم تیم صنایع تهویه مطبوع ویدا با عنوان تجاری هوملوک که حول محور حالا همونجوری که اسمش مشخصه مسائل صنعتی بیشتر میچرخه و کارش توی اون حوزه است. بازه سنی که تا الان من باهاش سر کار داشتم بین سن 14 سال تا 22 سال 23 سال بوده. عموما با تیم تینیجر و نوجوان بیشتر در ارتباط بودم و هستم و حول همین محور دارم کارمو پیش میبرم. اصلی ترین مسئله‌ای که من اول بخوام بهش اشاره بکنم موضوع بازه سنیه. همونجوری که مشخصه خب من سن زیادی ندارم به عنوان اینکه بخوام مدیر یک مجموعه باشم و باگ اصلی همینه، اینکه شما باید خودت رو ثابت بکنی. خب من یه نفریم که 20 سالمه و حالا اومدم میخوام مدیریت یک مجموعه رو بر عهده بگیرم، چه بسا اینکه بخوام خودم مجموعه رو بسازم، فاوندرش هم خودم باشم. و این باگ همیشه هست که شما باید ثابت کنی خودت رو به نفرات دیگه. زمانی که شماها به صورت عادی میرین توی شرکتی بخواید استخدام بشین، مدیر اون شرکت 30 سالشه، 40 سالشه، 50 سالشه به بالا و بهش اعتماد دارین دیگه، میگین این حتما یه چیزی درونش هست که شده مدیر این مجموعه. ولی ما که سنمون کمه خیلی از این مزایا برخوردار نیستیم و بعد خودمون رو ثابت کنیم. راه و طریقی که من خودم رو ثابت کردم حرفه‌ای بودن بود. یعنی اعضای تیم، اعضای مجموعه باید ببینن شما یک ارزش افزوده‌ای داری از نظر عملیاتی، از نظر تکنیکال و از نظر حرفه‌ای بودن توی مهارت کاریت. باید ببینن چقدر بهتری و اونجوری که بهت اعتماد میکنن، وگرنه خیلی سخته که بخواید اعتماد اعضای تیم و مخصوصا تیم نوجوانو بخواید به خودتون جذب کنید. موضوع بعدی منسجم کردن این تیم جوونه، چون عموما کسایی که تینیجرن و جوانن خیلی ایده های جدید دارن، خیلی خلاقن، خیلی حالا یه چیزی هم باب شده میگن خیلی ADHD داریم یا خیلی پیش فعالیم و این دقیقاً مثلا این باور ذهنی خیلی باعث میشه که شما سخت‌تر بخواید این تیمو دور هم جمع بکنین. اگه با یه تیم مقداری مسن‌تر بخواید همکاری داشته باشین خیلی آسان‌تره که به این تاسکو بذارین، تاسکو انجام بده، طرف هیچ سوالی هم ازت نمیپرسه. ولی وقتی بخواید با یه تیم نوجوان کار بکنین هی باگ‌های مختلفی پیش میاد، چون توی ذهنشون اون تاسکو میشینن بهش فکر میکنن و هی دوست دارن خلاقانه تر باش رفتار کنن. اگه این کارو بکنم چی؟ اگه این کارو بکنم چطور؟ و دقیقاً همین موضوعی که باعث پیشرفت کار میشه و باعث میشه که مجموعه پیشرفته تر بشه. خب خیلی نکته مثبتیه، خیلی خوبه، ولی خب منسجم کردنشون یه مقداری سخته، اینکه بتونین بشونینشون پای تاسک. و حالا چجوری میشه این کارو کرد؟ جوری که من تا الان انجامش دادم. شما این تاسک مجموعه‌تون رو میگین، چیزی که باعث پیشبرد و نزدیک‌تر شدن به هدف مجموعه‌تون، اونو بهشون میگین. در کنارش میگین شما حالا این خلاقیت رو هم داشته باش، باید از نقطه A برسی به نقطه B. حالا احساس می‌کنی خلاقانه تر و سریع‌تر می‌تونی انجامش بدی، بسم الله. موضوع بعدی اینه که دید بلند مدت ندارن عموما تو این سن و خیلی دوست دارن زود به اون هدف برسن و خب این یه مسئله خیلی بزرگه. خیلی از پروژه‌ها رو ما کار کردیم و این پروژه 2 ساله بودن، پروژه‌های اپلیکیشن و خب خیلی زمان بالایی نیازه که حالا این سری مراحل اولیه انجام بشه، یو آی یو طراحی بشه، به تهیه بره سراغ پروسه طراحی و غیره. خیلی زمان زیادی میبره و خارج از اینکه شما مبالغ رو پرداخت میکنید، اصلا مبلغ خیلی معقول مهمی نیست برای قشر تینیجر و نوجوان، چون عموما از خانواده تامین میشن و حالا کسایی هم که اومدن برای استقلال دیگه اینجوری نیست که خودشون هزینه خونه بدن، هزینه خورد و خوراک بدن، عموما از خانواده تامینن و خیلی جنبه مالی پس اهمیت زیادی نداره، بیشتر اون حاصل ثمر بودن، اون رسیدن به اون هدف مهمه. برای همین یه مقداری دید بلند مدت کوتاهی دارن. راه حلی که تا الان من میتونم پیشنهاد بدم، کاری که من انجام دادم اینه که نشون بدیم کارهای کوچیکی که ما داریم انجام میدیم چه خشت‌هایی رو داره میکاره برای اینکه برسیم به اون برجی که میخوایم. اینو باید یادآوری کنیم. مایی که پروژه رو استارت میزنیم، کسایی که فاوندرن، کسایی که مدیرن، میدونم قراره یه برج جذاب بشه، ولی کسی که مثلا دارم جلوی قشر تینیجر صحبت میکنم یه مقدار سخته بخوان اون پنت هاوس رو ببینن، اون برج رو ببینن. اول بعد خشتای اولی، هر خشتی که کاشته میشه بگیم که این چه مزایایی داشته، بگیم که به چه هدفایی رسیدیم، بگیم چه موفقیتایی داشتیم. موضوع بعدی اینه که دوست دارن دیده بشن این افراد و توی جریان باشن، به چشم بیان. و عموما توی شرکت‌های دیگه که من دیدم که سنین بالاتری رو تشکیل میدادن، عموما مسن‌تر بودن، خیلی اهمیتی براشون نداره. یعنی عموما یه سری کارهای کارمندی، سری وظایف تعیین شده و اون کارا رو انجام میدن و انقدر مهم نیست که تو اون دپارتمان و تو اون تیم و مجموعه خودشون خیلی بولد به نظر برسن، بجز چند نفری که دوستان حالا
پیشرفت کنن مثل خودم، یعنی از کارمند برسن به مدیر میانی، بعدش حالا مدیر واحد کامل و حالا بخش دیگه. ولی عموما اینطور نیستن. کسایی که تینیجرن خیلی براشون اهمیت بیشتری داره اینکه حتما دیده بشن، حتما بگن که من یکی از پایه‌ها و وزنه‌های اصلی این پروژه بودم و مهم تلقی بشن. و طوری که من تونستم این موضوع رو حلش بکنم، یه جوری این چالش رو برطرف بکنم، اینه که به هر فرد یا هر شخص یه سری تسک هایی بدم که فرد دیگه نداره، یا حداقل اگه داره توی وضعیت رقابتی قرارشون بدم که هم سریعتر انجام بشه، هم بازخورد بالاتری بگیرم، هم اون طرف احساس مهم بودن داشته باشه. چون همونطوری هم که گفتم عموما توی این بازه سنی، نمیخوام بگم همه، ولی حداقل بیشتر کسایی که من باشون کار کردم دغدغه خونه نداشتن، دغدغه خورد و خوراک نداشتن. عموما کسایی که پیش خانواده زندگی میکنن و اون جنبه دیده شدن و یک وزنه‌ای بودن توی جامعه براشون اولویت بالاتری داره. و موضوع بعدی که خیلی 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 من اذیت شدم حداقل سرش، اینکه دوست دارم با یه دست چند تا هندونه بردارن و این یه مقدار کار سخت میکنه، چون توی این سن خیلی انرژی زیاده و واقعا استعدادم خیلی بالاست توی این بازه سنی، حداقل کسایی که من دیدم و واقعا از پس خیلی کارا برمیان. فقط مشکل اینه چند تا کارو با هم دیگه انجام میدن و عموما مثل کسای دیگه‌ای که حالا سنین بالاتری دارن توی مجموعه ها که من دیدم، حداقل این افراد یه کار انجام میدن تا انتها 100%ش رو انجام میدن، خیلی شاخه به شاخه نیستن. ولی این سن خیلی شاخه به شاخه داره و عموما تینیجرها خیلی دوست دارن کارهای متفاوت تری انجام بدن. راه حلی که من بعدش داشتم، گفتم اوکی تسک‌های مختلفی میتونی شما هم بردارین، کارهای مختلفی میتونین انجام بدین، ولی توی همین شاخه کاری. یعنی اگه قراره یک سایت طراحی بشه، شما مثلا میخواید بیشتر فعالیت کنی، کارهای مختلفی انجام بدی، میتونی حالا یه مقداری یه سرکی هم به سئو بزنی، میتونی یه سرکی به یو آی یو ایکس بزنی، یه سرکی به امنیت بزنی، یه سرکی حتی به شبکه بزنی، چیزایی که مربوط باشه. و خارج از این تونستم حداقل اینجوری یه جوری هندل کنم اینکه دوستان چند تا کارو با هم دیگه انجام بدن. آرتین جان، اول از همه مرسی که لطف کردی اومدی توی ارائه من داری بهم یه کمکی میکنی و ممنونم ازت. و اینکه دوستان برای اینکه بقیه هم بدونن و بشناسنت یه توضیح مختصری راجع به رزومه مدیریتی که تا به حال تو این سن داشتی اطلاعاتی به ما بدی. من کارگاه در پنجره پی وی سی داشتم من. خب میانگین سنیشون رو بخوام بگم کمترین سن 25 بوده و بیشترین سن با 70 سال بوده. این پادکست جذابیتش هم به همینه که بتونیم تجربه به هم دیگه انتقال بدیم و دوست داشتم از چالشایی که تو داشتی توی این سن، حالا با کار کردن این افراد، به قولی داریم میگه از 25 سال تا 70 سال باهاشون همکاری داشتی، می‌خواستم یه ذره از تجربه از چالش‌ها بگی که این نفر توی این سن، توی سن شما بخواد با این قشر از افراد کار بکنه، اونم توی همچین حوزه کاری که عموماً یه مقداری بازاری تورتر باید باشن، یه مقداری خاکی تورتر باید باشن، چجوری باید رفتار کنن؟ شاید یکی از چالش‌های بزرگش که چون من کم سن و سال هستم از کارگاه خودم شروع می‌کنم. کارگرایی که در اونجا کار می‌کردن حرف شنوی خیلی سخت و کمی داشتن. این یکی از چالش‌هاش بود. چالش دوم سازنده‌ها بودن. به خاطر اینکه می‌خواست قرارداد ببندی یا اینکه باشون حرف بزنی، ارتباط برقرار کنی، چون که کم سن و سال بودی، اعتماد کردن خیلی سخت بود، جلب اعتماد کنی براشون. تو چجوری این کارو کردی؟ چجوری برطرف کردی این موضوع جلب اعتمادو؟ جلب اعتماد یکی اینکه کارگرا رو خب باشون جوری رفتار کردن که دیگه با احترام دو طرفه منظوری بذاریم واسه هم دیگه. یکی این و واسه سازنده‌ام تنها کاری که کردم تو کار و حرفم ثابت کردم براشون، اعتماد جذب کردم. به یکی از دلایل مثلا میشه گفت کارو به موقع تحویل دادم و یا اینکه چیز کردم در توی نصب کردن به تمیزی و محکم بودن، استقامت زیاد واسهشون کار انجام دادن و همچنین قیمت خوبی داشت. قیمت هم خیلی یه مزیت جذابی که میتونه متمایز کنه آدم‌ها رو نسبت به باید یه قیمتی باشه که از مثلا یه ذره رقبا کمتر باشه، پایین‌تر باشه. حالا من اومدم چیکار کردم؟ اومدم سود خودم رو کمتر کردم واسه این کار. موضوعی که حالا توی مدیریت رفتار سازمانی هستش، یعنی رفتار کردن با منابع انسانیه. خیلی داریم اسمشو جذاب می‌کنیم، نه، مدیریت همون افرادی که باشون داریم کار می‌کنیم به زبان خیلی ساده و خیلی سخته، مخصوصا توی این سنی که حداقل ماها داریم، اینکه بخوای افراد 25 سال تا 70 سال رو مدیریت و هندل بکنی، این یه مقدار چالشه. به جز اون چالش سنی چی می‌تونی پیشنهاد بدی برای اینکه بتونیم بهتر منسجم کنیم این افرادو، بهتر به اهداف مجموعه، به اهداف تیم برسیم، نزدیک بشیم به اهداف؟ رفتار خود آدم برمیگرده این کارا، یعنی پرستیژ و مدیریت. آره، پرستیژ و مدیریت یعنی که اگه مثلا من به تو احترام نذارم خب یا طوری رفتار نکنم که حس کنی اصلا جای اجازه شوخی کردن که من کارفرماتم داری، خب نباید اصلا همچین احساس و خلایی بشه. خب باید یه محدودیت‌های قائل شد. خب یعنی که من باید به کارگرم احترام بذارم و کارگرم هم باید احترام بذاره. خب و اصلا اجازه شوخی دادن، نمیگم خشکی رفتار کنیم نه، اصلا یه رفتار منعطف ولی خب سر جاش به موقعش، درستش. دقیقاً. خیلی جذابه. نه وقتی که احساس راحتی کنه کارشو انجام نده. چون از اون ور بوم میفته. آره دقیقاً یه ترسی باید داشته باشه همیشه.
حالا ممکن مثلا ترس از کات شدن داشته باشه، مثلا تو کار برای خرابی وجود داره، یه سری خرابی‌ها. خب ما باید چیکار کنیم خرابی‌های جنسمون هم کم کنیم؟ یکی هم بگم سامان توضیح بدم برام. خب خرابی باید با کارگر، باید خودت بالا، تو که کارفرمایی باید بالا سر کارت باشه همیشه. اصلا به نظر من کسی که مثلا میاد هفته 2-3 روز وای میسه بالا سرش اصلا کار درستی نیست. باید تو هر روز بالا سر کارت باشی. این کار هم نیاز داره که بالا سر کارگرش و توضیح بدی و بدونه که اگر یه موقع یه وسیله رو خراب کرد از حقوقش کسر میشه. مسئولیت پذیر باشن، یعنی در قبال کارایی که میکنن. این کار باعث میشه که هم کار تمیزتر انجام بدن داخل کارگاه، همین که باعث میشه که کار تو در واقع اون ترس از کسر حقوق داشته باشه و مسئولیتی که میگیره رو برگردن بگیره. خیلی جذابه. همین. خیلی خوبه آقا، مرسی که لطف کردین تجربه در اختیار ما گذاشتی. حالا برای آخر این پادکست و قسمت شما چیزی هست که بخوای اضافه بکنی، یا چیزی که خودت اگه مثلا توی سن کمتر، چون قاعدتا ما این سری چالش‌ها رو گذروندیم، اگه یه سری کارا رو انجام نمیدادیم خیلی جذاب‌تر میشد، خیلی راحت‌تر کارمون پیش میرفت، یا حداقل یه سری چیزا رو رعایت می‌کردیم، چیزی هست بخوای اضافه کنی؟ من تنها پیشنهاد میگم کاری که اشتباه که خودم کردم تو اوایل کار، وقتی کار اولتونه مثلا داری انجام میدی، هنوز تجربه مدیریت نداری، اینقدر راحت با کارگر یا هر کسی که زیر دستتون کار میکنه انقدر راحت باهاش رفتار نکنید، راحت نباشید. همیشه اون حد اعتدال بذارید باشه. و این که یکم که واسه اینکه جذب کنی مشتری و همیشه همراهتون باشه، کارتون بدونی یه مشتری داری، اینه که کارتون رو به موقع و بسیار تر و تمیز تحویل بدین. یعنی که هیچ ایرادی نتونن بگیره ازتون و همچنین یه قیمت خوبی هم بذارید واسه مشتری، همیشه یه جای تخفیف باشه. یعنی سرعت و کیفیت و قیمت مناسب به همراه رعایت کردن اون حد و مرز. خیلی عالی آقا، مرسی کلی که برای ما وقت گذاشتی و مادی تجربه تو در اختیار ما گذاشتی. حدیث جان، اول از همه مرسی که تو پادکستمون شرکت کردی و اول از همه دوست دارم یه رزومه مدیریتی از خودت به ما بدی که ما هم یکم بیشتر باهات آشنا بشیم. سلام می‌کنم، من حدیث هستم. خیلی خوشحالم از اینکه قراره با هم تجربیاتمون رو به اشتراک بذاریم. ممنون از این بستری که فراهم کردی سامان جان. قربان شما. من از کنم و توی کار فروش بودم. سال 400 یا بودم. اوایل برای همین فروش رفته بودم. ولی حالا مدیر این پوزیشن شغلی که مناسب دیدم برای من رئیس مدیر عامل بود. در مدت اونجا مشغول به کار شدم. یه بازی زمانی 4 ماهه بود اگر اشتباه نکنم که توی 2 ماه اول مدیر عامل مجموعه من توش کار می‌کردم. بعد این بازه 2 ماه بعدش مجموعه مدیر عاملی نداشت و یه جورایی کارای مجموعه من به عهده داشتم، کار مدیریت. حالا مجموعه داشتم به من و لطف خدا بود که واقعا تجربه رو داشته باشم که یه تایمی این تجربه مدیریتی رو توی بخش بزرگ سمت رو با کارهای متفاوت‌تری رو تجربه بکنم. بعد از اینکه مجموعه عاملش اوکی شد و همه چیز باز دوباره من تغییر سمت داشتم، کارشناس درمانی خارجی شدم برای همون شرکتی که توش کار می‌کردم توی شهر سمت‌رسان من و بعد گذشت اونم 1-2 ماه گذشت برای 22 تا شرکتش حالا کار واردات رو انجام میدم و خیلی فوق‌العاده است. یعنی همه این شامل تجربه خیلی جذابی میشه. یعنی تو حتی ممکنه تایم خیلی زیادی هم تو بخش مدیریتی نبودی ولی انقدر با مدیرای مختلف و گوناگونی توی ارتباط بودی و باشون صحبت کردی و توی مراوده بودی. همین این یه تجربه خیلی جذابی قاعدتا توی این سن به تو میده که خیلی ارزنده است. موضوع این پادکست کلا حول این محور میگرده که ما بیایم تجربه‌مونه که توی این سن داشتیم از هر موضوعی که مربوط به مدیریت، رفتار سازمانی یا کلا ساده بخوام بگم چه رفتاری با منابع انسانیمون بتونیم داشته باشیم یا چه کارهایی یا توی محیط کاریمون بتونیم انجام بدیم برای افرادی که داریم سرشون مدیریت میکنیم که بتونیم بیشترین بازخورد رو بگیریم یا باگایی که بهشون برخوردیم و اون لما اون کارهایی که انجام دادیم که باعث شد بتونیم پیشرفت تر کنیم سازمانمون رو، بتونیم موفق بشیم و از اون مشکلات بیایم بیرون. دوستان میذارم راجع به اینا صحبت کنید که تو چه تجربه‌ای داشتی تو این موضوع. من واقعا به لطف خدا کنکور خیلی بزرگی نشست و برخاست داشتم با مدیرایی مثل ریاست گروه انتخاب من، ریاست چند تا ارگان دولتی و همچنان باشون در ارتباطم و این زد و بنده همچنان هست بابت کار و خیلی از این بابت میتونم بگم که خوششانسم که دارم توی همچین شرایطی کار میکنم. اگه بخوام یه سری واقعیتی رو بگم که انسانیه به نظر من اولیش میتونه ما بلد نیستیم حد و مرز بذاریم. همیشه این بالا پایین وجود داره و هیچ وقت حد و مرز دقیقی براش نیست. من خود به شخص این مورد رو دارم، واقعا نمیتونم حد درست بذارم، ولی یه چیزی که پادزر این حد و مرزه به نظر من یه رهبری و یه تاثیرگذاری درستیه. خب که تو بتونی حتی اگه که باهاش کار می‌کنی راحت باشی،
میخندی یا هر جوری پیش میبری کارتو، یه جایی که نیاز داره جدیت به خرج بدی، یه جایی که نیاز داره تو قاطع باشی توی اون کارت، خب یه تاثیرگذاری باید داشته باشی، طرف ازت حساب ببره یه جورایی، یا حداقل حرفت براش ارزش داشته باشه. که به نظر من حالا شاید بقیه اینو یه چیز اکتسابی بدونن، ولی به نظر من اصلا اکتسابی نیست. اینکه تو بلد باشی رهبر یه قاطعیت و تاثیرگذاری رو داشته باشی اصلا ویژگی اکتسابی نیست و خدا رو شکر من فکر می‌کنم از این نعمت برخوردارم، چون با اینکه نمیتونم حد و مرز بذارم ولی تو این مورد حداقل موفقم. تاثیرگذاریمو دارم. اون لحظه‌ای که باید تمام اون شوخی‌ها بسته میشه، کنار میره و همه به اون روال و به اون چارچوبی که باید میرسه. این به نظر من یکی از باگای وجود داره واقعا که هر ارگانی که من رفت آمد دارم، کشتیرانی، سمت یا هر جایی دیگه‌ای، اینو توی همه واحداش میتونی خیلی واضح ببینی. مورد دیگه‌ای هم که هست اینه که هنر مدیریته، میدونی، یعنی اینکه هنر اون عملکردی که مدیر داره. مدیرعامل هلدینگ من همیشه اینو میگم، یه مدیر خوب مدیریه که بتونه عملکرد درست رو از کارکنانش بگیره. خب یعنی به عمل خودش ربطی نداره، عملکرد درست اون مدیر میشه گرفتن عملکرد درست از کارکنان. و به نظر من خیلی مهمیه توی اگه بخوایم چک لیست داشته باشیم بابت اینکه چه چیزایی مدیر رو موفق‌تر میکنه، این قطعا میتونه یکی از مهم‌تریناش باشه. و خیلی جالبه این حرفی هم که شما زدی. من خودم یاد این موضوع افتادم که دقیقاً یکی از باگای اولیه منم بودش. من یه توهمی داشتم که باید همه چیز بدونم. زمانی که کارمو شروع کرده بودم سعی کردم همه چیزو بلد باشم، همه کارو انجام بدم و بعد یه تایمی که گذشت اتفاقا گفتم نه اصلا اینجوری نیست. یعنی من باید اون نیرویی که باید این کارو انجام بده رو پیدا بکنم و از اون بهترین استفاده رو ببرم و حتی نیازی نیست خودم این موضوع رو بلد باشم یا حتما برم تو فول 100% بشم، چون واقعا نمیشه. چون شما زمانی که از فرض کن تخصصت میشه A، حالا یه کار جانبی B و C و D هم هستش، اگه بخوای به اونا برسی خب از اون A هم کم میشه دیگه، نمیتونی تمرکز زیادی رو اون A بذاری. و اینکه از بابای من بود اتفاقا و من خب یه جورایی مثلا هولوش 1 سال و نیمه که به این داستان رسیدم که حتما نیازی نیست برم توی داستانی منم فیکس بشم، میتونم از کسای دیگه هم کمک بگیرم، میتونم از کسای دیگه هم استفاده بکنم و خب اینجوری تیم منم بزرگتر شد. مثلا برای همین اعضای بیشتری آوردیم توی تیم و خیلی برام جذابه که اینو گفتی. دیگه چی میتونی به ما اضافه کنی؟ یه چیزی اضافه کنم به این حرفایی که بهمون الان گفتی، تجربه‌ای در اختیارمون گذاشتی. توی شرکت بازرگانی صنعتی رو در نظر بگیر. خب تو قراره توی بازرگانی تولید هم داشته باشی. خب یه صنعت دیگه، تو داری تولید هم می‌کنی، بازرگانی هم داری انجام میدی، یعنی تو مجموعه خرید و فروش تو نیاز نیست تخصیص زدن رو بلد باشی، یا امور مالی که داری تو به عنوان یک مدیر نیاز نیست سند حسابداری رو ریسک بلد باشی. یه مدیر خوب به نظر من مدیر فرآیندها رو بلد باشه، یعنی بدون هر مسیر شروع میشه، چه مسیر نقطه بالا پایینشه، چه مسیری انتهاشه، چه گزینه انتهای این مسیر است در واقع. و به نظر من فرآیند خیلی برای مدیر مهم‌تره تا اینکه قرار باشه با دیتیل یاد بگیره که چجوری سند انبار بزنه، چجوری نمی‌دونم یه حواله رو بزنه. اینا براش نباید حکم اینو داشته باشه که تو باید اینو به عنوان یه پوینت یاد بگیری. خوبه که بلد باشه ولی نمیتونه، چون واحدات زیادن، واحد فروش، خرید، مارکتینگ، خدمات پس از فروش. حالا اگر تولیدی باشه واحد در کنار هم نیازمند اینه که تو فقط فرق بلد باشی. بخوای همه اینا رو با دیتیل یاد بگیری اصلا نمیشه. مورد بعدی که به نظر من وجود داره صداقته. خیلی مهمه که یه مدیر داخل سازمانش صادق باشه با کارکنانش. مثلا مجموعه به مشکل مالی برخورده، خب اینجوری در نظر بگیریم تو مجموعه الان به مشکل مالی برخورده و برای برطرف کردن این مشکل مالیه الان پولی نداری، الان فروشی نداری، الان گردش مالی مجموعت نداره. خب بعد مثلا مثلا بپرسید خب آقای مدیر عامل ما چند وقت دیگه حقوقمون موفق است؟ برگردید بگید ان شاء الله درست میشه، یک ماه دیگه درست میشه، ماه بعد درست نشه، اون نیرو برای تو تره خورد نمیکنه. من اینو قشنگ به عینه دیدم توی مجموعه‌ای که حالا باهاشون دارم کار میکنم. طرف دیگه برای مدیر عامل اصلا هیچ ارزش قائل نیست. اینکه تو با طرف صادق باشی بگی که ما شرایطمون تا 3 ماه آینده همینه، اگر کار بهتری پیدا می‌کنی مجموعه برای تو آرزوی موفقیت داره، اگر نه که بمونید کنار هم درستش می‌کنیم. خب به نظر من صداقت خیلی مهمه. خیلی. و یه مورد دیگه که ایران‌ها خیلی میگنش، شما مثل خانواده‌مید. یعنی یه مدیر اینو گفت اگه رفتی توی مجموعه استخدام بشید فرار کنید. آدمی هیچ وقت که با خانواده‌اش رفتار میکنه توی محیط کار رفتار نمیکنه. اصلا غیر قابل قیاسن این دوتا. خیلی شعاریه بیشتر این داستان. جانم؟ خیلی شعاریه میگم بیشتر این داستان. یاد میدونی سعی میکنن حداقل از این در احساس نزدیکی داشته باشن. شعار منفیه واقعا، چون تو قطعا جوری که با خانواده رفتار میکنی با همکارات رفتار نمیکنی، قطعا حسابی که روی خانواده باز میکنی روی همکارات باز نمیکنی. به نظر من نوعی مثال قشنگی نیست برای نگه داشتن یا حالا همزاد پنداری که مثلا باشه، حالا هر چیز دیگه که اسمشو میذارن. و بخوام به یه مورد دیگه هم اشاره کنم که مدیر گوش بلد باشه.
توی هر زمینه گوش دادن بلد باشه. میخواد گوش دادن حرفای مدیرای بالا دستش باشه، میخواد گوش دادن کسایی باشه که زیر دستش کار میکنن، گوش دادن حرفایی باشه که از مجموعه‌ها طرف حالا بابت جلسات کاری میره، بابت ارتباطات کاریش داره میره، گوش دادن رو بلد باشه خیلی مهمه. گوش دادن رو بلد باشه به معنی نیست که تمام مدت ساکت باشی. منظور من فقط این نیست، اینه که تو یاد بگیری از چیز چیزی که دارن اونا میگن و یه جای پس ذهنت نگه داری، اگه یه جای به یه مشکل مشابه یا به یه شرایط مشابهی خوردی از چیزایی که شنیدی استفاده کن. من اینو خیلی میتونه به موفق شدن یه مجموعه مدیریت، یه مجموعه توی حالا پارت منابع انسانیش و بالا بردن عملکرد خوب مجموعه‌اش کمک بکنه. خیلی جالبه این چیزایی هم که گفتی و خب من یا خودم تجربهشون کردم یا خودم دقیقاً همین مشکلات رو داشتم و واقعا تاثیر داره. مخصوصا همین موضوع آخری هم که راجبش صحبت کردی، راجب این که گفتی خوب آدم بشنوه، واقعا گوش کنه به تک تک صحبتایی که میشنوه یا حداقل نصیحتایی که میشه یا یه سری چیزا واقعا راهگشاه، خیلی میتونه تاثیر داشته باشه. منتها بخوام بازم به اینم یه چیزی اضافه کنم، توی فیلد خودمون، یعنی مخصوصا توی کشوری که در حال حاضر هستیم، خیلی صاحب نظرن که شاید صاحب نظران واقعی نباشن، صرفا چند تا چیز شنیدن و دارن بازگوش میکنن، ایسو بازنش میدن و این وسط یک کلاغ 40 کلاغ میشه و اون اطلاعاتی که باید به ما نمیرسه. پس خیلی خوبه از آدم درست توی جای درست تو مکان درست بتونیم بهترین سوالمون رو بپرسیم و بهترین جوابم بگیریم. این برای خود من خیلی کارساز بوده و مرسی که کلی که تا الان اینا رو با ما به اشتراک گذاشتی. حالا برای صحبت پایانی، برای خداحافظی، چیزی هست که بخوای اضافه بکنی از تجربه خودت؟ چون من خودم به شخص تو به این سن که رسیدم خیلی شده مثلا میگفتم خب ای کاش اینی که الان میدونم و زمانی که کارمو خواستم استارت بزنم اینو میدونستم. خیلی چیزاها راجع به قرارداد نوشتن، راجع به اینکه با دوست کار نکردن، راجع به اینکه مجانی کار نکردن، ارزون کار، خیلی چیزا. دوستم حالا شما به ما بگی چیزی هست که اگه حدیثی که می‌خواد سال 97 کارشو شروع کنه دوست داشتی بدونه؟ واقعا چیزایی رو من دونه کردم با کسی که کارتون نیارید، همیشه بین روابطتون مرز بذارید و روابطتون مجانی کار نکنید، به هیچ کس نیاز نیست خدمات بدید، هر کی برای کارش باید ارزش قائل باشه. و چیزی که اگه اصلا حدیث میگفتم اینه که واسه که ریسک کن، برو کار خودت شروع کن. الانم هنوز اینو هر کی قراره ازم سوال میپرسه میگه خب کارمندی چطوره، نمیدونم واردات چطوره، میگم اگه میتونی برای خودت برو کار کن. برای مجموعه ها کار کردن صرفا برای اینکه یه مدت کوتاه تجربه بگیری قشنگه، ولی اینکه قرار باشه به عنوان یه هدف و آیندهت بهش فکر کنی اصلا قشنگ نیست. و اینکه بتونی بیزنس خودت رو راه اندازی کنی حتی کوچیک ولی ایده های جدید رو داخلش به خرج بدی قطعا موفق میشه. و یه چیز دیگه هم که هست که کارمندی تشویق میکنه، بخوای نخوای ازت یه بزدل بار میاره، واقعا یه بزدل بار میاره، چون دیگه قدرت ریسک کردن رو از دست میدی. تا جوونی و شجاعی بریم دنبال بیزنس خودمون به نظرم. مرسی حدیث جان که وقت خودت به ما دادی و تو این پادکست شرکت کردی. مرسی کلی برای حرف قشنگت. قربان شما. آدمی جان یه لطفی به من میکنی، یه رزومه‌ای به من بدی که هم یه ذره بچه‌ها بیشتر آشنا بشن، هم که بدونیم توی چه حوزه‌ای تا الان تونستی مدیریت بکنیم. بله حتما. قبل از هر چیز سلام، امیدوارم که تا حالا روز خیلی خوبی گذرونده باشین. محمد امینم پیرزاده. تا حالا توی 2 تا رشته کار کردم توی حوزه مدیریت که یکیش خودم کارفرما بودم که تو مجموعه پدرم، حالا کماکان بچه‌ها در جریانش هستن. یکیش هم مدیر ارشد یکی از مجموعه‌ها بودم که توی کار ارز دیجیتال کار می‌کردم. خیلی جالبه. قبل از هر چیز حالا دلم می‌خواد برای بچه‌هایی که می‌خوان یه کاری رو برای خودشون شروع کنن بگم که خیلی قشنگه که آدم این انرژی رو، این وقت و این سرمایه رو برای کار خودش بذاره. یعنی یه کاری برای خودش شروع کنه و اون کار تا انتها بره، حتی اگه توی ضربه بخوره نهایت از تجربیاتش استفاده کنه و توی اون زمینه موفق باشه. اما اینکه بخوای برای دیگران کار کنی ناخودآگاه توش حرف و حدیثایی که آقا رو گفتن یادم آقا بالا سر داره با اینا اذیت کننده است و شاید به اون نتیجه مطلوب چه از نظر مالی چه از نظر نیازهای انسانی نرسید. اصلا یه چیز دیگه است واقعا که زندگی خودت و رویای خودت رو زندگی کنی خیلی جذاب‌تره. 100% همینطوره. توی حوزه مدیریت نقطه مشترک جفت این کارا این بود که با اطرافیانم تونستم خیلی قشنگ ارتباط بگیرم. این چطوری خیلی مهمه. این که من مثل مدیر برای کسایی که زیر دستم کار می‌کردن هیچ وقت نبودم، چه توی این کاری که کار خودم بود و من باید یه جوری این راهو این مسیر رو پیش می‌بردم که 100% توی ددلاین مشخص شده به اون تارگتم می‌رسیدم، چه توی اون یکی کار که خیلی برام مهم نبود و کار واسه نفر دیگه بود، من فقط مدیریتش رو داشتم. رفاقت، این که کسایی که دارن برات کار می‌کنن با خاطر خودت بخوانت، اینطوری بخوام بگم، یعنی به خاطر خودت بخوام
آره. هم برای خودت خیلی لذت بخشه سامان، هم برای اینکه کار خیلی راحت‌تر میره جلو. یعنی شما یه زمان هستش که طرف میاد حرف تو رو گوش میده اما بل اجباره، فقط میخواد از سرش باز کنه. اما وقتی اون نفوذ مؤثر در واقع توش گذاشته باشی و برای خودت اون کارو انجام بده برای تو، هم بازدهیش خیلی بهتره، هم لذتش برای تو و طرف مقابلت خیلی بهتره. من خودم روابطمو سعی می‌کنم بر پایه گفتگو، قبلا فکر می‌کنم گفته باشم، بر پایه گفتگو میذارم. این گفتگو خیلی نفوذ توی آدمو بیشتر می‌کنه. فکر می‌کنم یکی از مهمترین ابزاراش همین باشه که مشکلی اگه پیش میاد یا اگه مسئله پیش میاد بشه با این گفتگو این قضیه رو حل کرد. و این گفتگو هم تایم داره، یعنی اگه از تایمش بگذره دیگه باز ارزشمند نیستش. خیلی دوست دارم راجع به این نفوذم بیشتر صحبت کنیم. فقط قبل از اینکه بیشتر وارد بحث بشیم دوست دارم بگم، اول اینو بهم بگی چه بازه سنی، چه افرادی تا الان باهاشون همکاری داشتی که مدیرشون بودی، از چه سنی تا چه سنی؟ خب اکثرا شاید تو 90% از من خیلی بزرگتر بودن. قطعا. شاید حتی 15 سال از من بزرگتر بودن، یعنی توی رده 40 خوب بین 40 تا 50 سال حتی میچرخیدن سنشون. ما یه منشی داشتیم که خیلی خانم خوبی بود و توی سن 55 سالگی با اینکه مجرد بود اومد کار کرد و چقدر من از خانم یاد گرفتم. توی تکمیل صحبتام بگم این مدیریت اصلا ربطی به سلسله مراتب نداره. یه وقت می‌بینی من از یک کسی از من زیر دست نفوذ می‌پذیرم و خیلی ازش یاد می‌گیرم. دقیقاً اصلا برای همین پادکست رو دارم درست میکنم، برای حالا این ارائه‌ای که داریم توی کلاس می‌خوایم ارائهش کنیم یه جوری. حالا دوست داشتم بیشتر بریم سمت اون تجربه که تو داری، البته به علاوه اون نفوذی هم که یه ذره راجعش صحبت کردی. دوست دارم چون همه ما یه سری موضوعات، یه سری مسائل، یه سری چیزای ریزی رو تجربه کردیم که شاید تو کتاب نشه بهش رسید، چیزاییه که نانوشته است، از تجربه به دست میاد، چیزاییه که برای ما تجربه شده توی محیط کاری. دوست دارم یه ذره راجع به اینا صحبت کنیم. مثلا یه مشکلی اگه برات پیش اومده بیانش کنی و بگی که چه جوری تونستی اونو برطرفش کنی که الان حالا برسی به این لولی که هستی در حال حاضر توی اون کارخونه. درسته، کاملا متوجه منظورت هستم. ببین شاید خیلی شعاری باشه این حرفی که میخوام بزنم، شاید هم خیلی جا خونده باشیم یا بهش حالا عمل کردیم یا نکردیم. من جزو کسایی بودم که بهش عمل کردم. حالا اون چیز چیه؟ ببین صداقت تنها چیزیه که توی کار خود من باعث شد من پیشرفت کنم و دونه دونه پله ها رو برم بالا. و حالا اگه بخوایم از نگاه معنوی هم بهش نگاه کنیم، خدا دستمو گرفت و نذاشت روی پله ثابت بمونم. یعنی اگه الان از پله 1 اومدم پله 2، فقط دلیلش همین بوده که برای کسی بد نخواستم، زیرا به کسی رو نزدم و توی کارم سعی کردم تا جایی که میتونم حسن نیت داشته باشم و صداقت داشته باشم. این به نظر من تنها چیزی بود که باعث شد من یکی پله ها رو برم بالا. بعد یه سامان خیلی جالبه بهت بگم، یه جاهایی که آدم بالاخره آدمی ذاته دیگه، یه مثلا یه قلقلکایی توش میاد که میام فلان کارو انجام بدم و اینا، وقتی که انجامش میدادم قشنگ متوجه استوب شدن کارم میشدم، میفهمیدم که کارم داره استوب میشه، رویه رو که عوض میکردم دوباره کار جریان پیدا کرد. و این چیزی که دارم بهت میگم یه بازی مثلا یه هفته 2 هفته بهش نرسیدم، یه ماه 2 ماه، این توی بازی 5 6 ساله من بهش رسیدم که دیدم چقدر صداقت میتونه چه جذابی باشه توی زندگی آدم. خیلی جالبه. در حال حاضر توی کاری که داری، حالا ما سنمون عموما کمتره نسبت به کسایی که داری مدیریتشون میکنیم، نسبت به این مسئله تا الان چه مشکلاتی باید پیش اومده و چجوری تونستی حلش بکنی؟ خب همشون یه گارد خیلی به خصوصی دارن که ما باید از این حرف بشنویم، ما که شاید سابقه کارمون اندازه سن این آدمه، خیلی براشون سخت. این دوباره برمیگرده به همون مدیریتی که تو چطوری بتونی رفتارتو مدیریت همون نفوذه که بتونی باهاشون رفیق بشی. دقیقاً این رفیق شدنه. ببین یه جمله معروفی هست که میگن بفرما بشین بتمرگ، 3 تاش یه معنی داره، اما اینکه تو اینو کجا استفاده کنی خیلی چیز مهمیه. باید بدونی که کجا به طرف بگی بتمرگ و کجا به طرف بگی بفرما. این خیلی مهمه. تو میتونی رابطه‌تو باهاش صمیمی‌تر کنی و این حسو ازت نگیره که داره من دستور میده یا این مدیر منه. البته سامان جان اینم بگم توی شرکت‌های مختلفی بازه‌های زمانی متفاوت یه جایی اصلا میطلبه که تو خشک برخورد کنی، یعنی اینکه خیلی هم بخوای فرندلی باشی حالا خارجی‌ها خیلی شاید جوابی که میخوای نگیری، اما توی 90% مواقع این صمیمیت باعث پیشرفت کار میشه. خیلی منم تا الان اینو توی موضوعات مختلف توی کارهای مختلف درکش کردم و کامل میفهمم. خب آقا مرسی کلی از اینکه لطف کردی وقتتو به ما دادی. حالا برای سخنان پایانی این چیزی هست که بخوای اضافه بکنی؟ چون خیلی شده مثلا ما این مسیر رو اومدیم جلو، من خودم تو زندگی خودم داشتم فکر می‌کردم اگه مثلا علم الانم مثلا قبلا داشتم یه سری کارا رو انجام نمیدادم یا از یه سری چیزا پیشگیری می‌کردم یا یه سری چیزا حتی تو خودم تقویت می‌کردم که الان بهتر بتونم رفتار بکنم. اگه بخوای همچین چیزی بهمون بگی چیه؟ ببین اوایل کار که من وارد این قضیه شده بودم شاید اعتماد به نفس الانمو نداشتم. یعنی به این فکر می‌کردم که وای من الان می‌خوام برم توی جامعه‌ای که همه گرگن و من می‌خوام برم اونجا تازه بگم سلام من اومدم. اما وقتی دیدم و عوض کردم که بگم نه اوکی من اومدم در کنار اینا چیز یاد بگیرم، کلا ورق برگشت. ببین خودبسندگی
اصلا به عنوان صحبت پایانی میخوام بهت بگم، یعنی دلم میخواست که این مکالمه رو با هم دیگه روی یک محور کلمه خودبسندگی بذاریم که اصلا به نظر من چیز بدی نیست. اینکه تو مرتفع ترین قله اعتماد به نفس میشه خودبسندگی باشه، که یعنی تو انقدر اعتماد به نفست به خودت زیاده که تو دیگه نگاه نمی‌کنی کی داره چیکار میکنه، به خودت ایمان داری. اگه یه وقت به یه مشکلی بر بخوری به خودت رجوع میکنی، با خودت دعوا میکنی، در نهایت با خودت به صلح میرسی، اون قضیه رو حل میکنی. همین الان یه شعر من تو ذهنم از معینی کرمانشاهی دلم می‌خواد بخونم. بگو. میگه که پرده پرده آنقدر از هم دریدم خیش را، تا که تصویری ورای خیش دیدم خیش را. خیش من همون از در صلح آمده است، بس که گوش از غیر بستم تا شنیدم خیش را. بردهداران زمانها چوب حراجم زدن، دست اول تا برآمد خود خریدم خیش را. بزم سازان جهان می از سبوی پرخورن، من تویی پیمانه بودم سر کشیدم خیش را. چقدر شعر به جایی بود، خیلی فوق العاده بود. مرسی آقا مرسی کلی، ممنون از شما که لطف کردیم من تو ویدیو. امیدوارم که یک کلاس خیلی فوق العاده داشته باشیم با استاد خیلی خفنی که من خیلی تعریفش شنیدم و بچهای خیلی خوب. ما هم که ماشاءالله میدونم سرشار از استعداد و انرژی مثبت همه جا. آقا فدای شما.